سلامونه او نیکی هیله می اومنه ګرانو قدرمن لیدونکو په دې هیله چې تاسو ټول ګران قدرمن لیدونکي روغ او جوړ اوسئ او یو ځل بیا د خپل خبرونې یعنی بیبینو ببر خبرونې لیدونکي اوسئ. بیننده های عزیز باز هم برنامه بیبینو ببر هست و شما هم میتونین در برنامه اشتراک کنین، بازی های بسیار آسان را با ما بازی بکنین، 500 افغانی را برنده شوین. همچنان بیننده های عزیز شماره تماس برنامه هست 2222 کلید 9 را فشار بتین، تماس هایتان مستقیم به برنامه وصل میشه و میتونین بازی های امشب با ما بازی بکنین و برنده 500 افغانی جایزه پول نقد شوین. جای داره که یادآوری بکنم از حساب پولم افغان بیسیم که حساب پولم افغان بیسیم یگانه راه است بسیار ساده، آسان و مطمئن به خاطر نگهداری پول های شما و شما میتونین که حساب پولم به صورت بسیار ساده و آسان فقط به سیم کارت افغان بیسیمتان فعال کنین و از خدماتش که من همیشه در لابلای برنامه میگم استفاده بکنین و برای خود سهولت ایجاد بکنین. از جمله خدمات حساب پولم شما میتونین که پول هایتان البته در حساب هایتان ذخیره بکنین، یا کولای شئ خپل پیسې سپما کړئ، د پیسو لیږد رالېږد وکړئ، توکي واخلئ، کریډټ واخلئ، بلونه مو تحویل کړئ، صوتي غږیزې او انټرنیټي بکسې واخلئ، د معاشاتو راکړه ورکړه وکړئ او له بانکي خدماتو نه هم ګټه اخیستلی شئ. خو که کوم وخت په خپل حساب کې له ستونزې سره مخ کیږئ نو کولی شئ په ډېره اسانه توګه د 22 شمېرې له لارې خپله ستونزه حل کړئ او همداسې ګرانو قدرمن لیدونکو تاسو کولی شئ همدا شیبه را سره اړیکې ونیسئ، لوبې ولوبوئ، 500 افغانۍ وګټئ. د اړیکې شمېره ده 22 9 اړیکې کوي. بیننده های عزیز میتونین که در برنامه اشتراک بکنین، بازی های ساده و آسان را با ما بازی بکنین، 500 افغانی جایزه پول نقد را برنده شوین و با یاد داشته باشین که شما زمانی که در برنامه برنده میشین فقط از طریق حساب پولم میتونین جایزه تان به دست بیارین و شما میتونین امی لحظه تلفن هایتان برداشته و کلید 2222 کلید 9 را فشار بتین، تماس هایتان مستقیم به برنامه وصل میشه و بازی ها را با ما بازی بکنین و برنده شوین. همچنان جای داره که یادآوری بکنم بیننده های عزیز که تا به هنوز حساب پولم فعال نکردن، به خاطر فعال کردن شما ضرورت به دو شرط دارین که اول اون دو شرط شما باید داشته باشین. اولی است که شما باید سن 18 سال پوره کرده باشین. دوم این است که شما باید یک سیم کارت فعال افغان بیسیم در موبایل هایتان داشته باشین و بعد از او هم شما میتونین که 2 قطعه عکس تان گرفته همراه با یک کاپی تذکره، اگر کاپی تذکره نمی داشته باشین باز میتونین که از کاپی پاسپورت تان استفاده بکنین. اگر کاپی پاسپورت هم ندارین باز میتونین از کاپی لیسانس موتر تان استفاده بکنین، حساب پولم فعال کنین و از خدماتش که بر ما شما سهولت ایجاد کرده استفاده بکنین. همچنان تماس داریم، تماس هم میگیریم ببینیم کدام دوست ما از کجا تماس گرفتن. بله سلام. بله سلام علیکم. علیکم سلام، خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ زنده و سلامت باشید. تشکر. شما خوب هستین؟ زنده و سلامت باشین. کی از کجا تماس گرفته؟ احمد هستم از کابل. احمد جان بسیار زیاد خوش آمدی به برنامه. خوب هستی؟ خوش باشین. شکر. شما خوب هستین؟ شکر که خوب هستی، سلامت باشی. ما هم خوب هستیم. آماده هستی بریم طرف چرخ بخت؟ بله. میریم طرف چرخ بخت ببینیم که کدام شماره را برات انتخاب میکنه و خدا کنه که احمد جان اولین خوششانس امشب برنامه ما باشی و بدون از اینکه کدام بازی را بازی بکنی برنده باشی دیگه. خب شماره 8 و چستان داریم. ما برای چستان میخوانم خودت جواب بدی. درست است احمد جان؟ بله. خوب است. آن چیز که در هر وعده غذایی روی سفره است اما ما آن را نمیخوریم. بسیار بازی آسان، ساده، فقط به کمک دقت نیاز داره و کوشش کو دقت کنی و جواب بدی. آن چیز که در هر وعده غذایی روی سفره است اما ما آن را نمیخوریم. بله بسیار آسان است، دقت کو. مرچ خورده میشه احمد جان. دقت کو، اگر نه 10 ثانیه سرت حساب میشه و وقت کم است احمد جان، کوشش کو زودتر جواب بدی. قاشق پنجه. قاشق پنجه. میبینیم جوابت، میبینیم که خدا کنه جوابت درست باشه. بله تبریکت باشه احمد جان، 500 افغانی را برنده شدی و خدا کنه که قسمی که در اول برنامه گفتم حساب پولم فعال داشته باشی تا ما بتونیم برات در ظرف 24 یا 48 ساعت آینده جایزه به حسابت روان بکنیم.
ګرانو قدرمن لیدونکو زما پیسې حساب یوازینۍ چټکه اسانه او مسؤونه لاره ده ستاسو د پیسو د ساتلو لپاره او تاسو هم کولی شئ په ډېر اسانه توګه زما پیسې حساب فعاله کړئ یوازې خپل افغان بسیم سیم کارت ته او کولی شئ له هغه خدماتو نه او هغه چوپړتیاوې چې زه هره شپه په خپرونه کې تاسو ته یادونه کوم ورنه ګټه واخلئ د اړیکې شمېره د 22 9 تڼۍ کېکاږئ همدا شیبه مو اړیکې راسره ټینګېږي ډېرې اسانه او ساده لوبې ولوبوئ 500 افغانۍ جایزه وګټئ ګرانو قدرمن لیدونکو بیا هم یادونه کوم هغو لیدونکو چې تر اوسه زما پیسې حساب نه دی فعاله کړی تاسو هم کولی شئ په ډېره اسانه توګه زما پیسې حساب فعاله کړئ له خدماتو نه یې ګټه واخلئ تاسو د فعالولو لپاره 2 شرطو ته اړتیا لرئ لومړی دا چې تاسو باید 18 کاله عمر پوره کړی وي او دویم دا چې یو فعال افغان بسیم سیم کارت ولرئ د اړیکې په لور ځو بله سلام سلام علیکم علیکم سلام خوب هستین صحت شما خوب است تشکر سلامت باشین شما خوب هستین زنده و سلامت باشین کی از کجا تماس گرفته رضی الله هستم از چلتون به تماس بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه خوب هستین تشکر سلامتی زنده و سلامت باشین آماده هستین بریم طرف چرخ بخت بریم میریم به طرف چرخ بخت ببینیم که کدام شماره را براتان انتخاب میکنه و باز هم امیدوار هستم زبیولا جان که خوش شانس برنامه باشی شماره 9 بازی چهره ها ما بازی را برات تشریح میکنم زبیولا جان بازی قسم است که در ای 24 شماره 3 چهره پنهان است زمانی که چهره ها را پیدا میکنی یک شماره برام بگو 500 افغانی را برنده شو اولش شماره 4 شماره 4 دیگه شماره 6 و یک شماره دیگه هم شماره 23 میبینیم جوابتا جواب زبیولا جانم میبینیم که خدا کنه جوابشان درست باشه که بله درست هست تبریکت باشه زبیولا جان 500 افغانی را برنده شدی و به یاد داشته باش یگانه راه به دست آوردن جایزه هم حساب پولم است که خودت باید حتما به سیم کارت افغان بیسیمت حساب پولم فعال داشته باشی و بیننده های عزیزی که تا به هنوز حساب پولم فعال ندارن معال برتان طریقش میگم شما فقط میتونین 2 قطعه عکس یک کپی تذکره اگر کپی تذکره ندارین میتونین که از کپی پاسپورت استفاده بکنین اگر کپی پاسپورت ندارین میتونین که از کپی لایسنس موترتان استفاده بکنین حساب پولم فعال کنین و از خدماتش استفاده بکنین همچنان بیننده های عزیز زمانی که میخواین به نمایندگی برین قابل یادآوری است که برتان یادآوری بکنم ممکن این نمایندگی ها در نزدیکترین البته در نزدیکترین سوپرمارکت پیش خانه شما باشه یا هم در کدام دکان نزدیک خانه شما باشه یعنی هدف از این است که در هر جایی که بر شما نزدیکتر باشه و قابل دسترس باشه میتونین که در اموجه به صورت بسیار ساده و آسان حساب پولما فعال کنین همچنان بیننده های عزیز همکارای عزیز ما میگن ویدیوی کوتاه و وقفه کوتاه داریم دوباره زود برمیگردیم چطور می توانیم برای دوستان خود پول الکترونیکی ارسال نماییم؟ شما تنها می توانید به دارندگان حساب پولم پول الکترونیکی بفرستید. مشتریان عزیز برای ارسال پول الکترونیکی به دوستانتان کد ستاره 222 علامت نمبر را دائل نموده و بعداً رمز حساب پولمتان را وارد نمایید. برای خدمات پولم کلید 1 را وارد نمایید. برای ارسال پول الکترونیکی کلید 4 را وارد نمایید. مقدار پول مورد نظرتان را وارد نمایید. شماره پولم مورد نظرتان را که پول میفرستید وارد نمایید. شما موفقانه به شماره مذکور پول ارسال نمودید. بیا هم خراغلاس ګرانو قدرمن لیدونکو د خپرونې دوام ده او تاسو هم کولی شئ راسره په خپرونه کې برخه واخلئ شماره تماس برنامه هست 22 کلید 9 را فشار بدین تماس هایتان همین لحظه به برنامه وصل میشه و میتونین بازی های امشب با ما بازی بکنین و برنده جوایز برنامه شوین همچنان بیننده های عزیز قابل یادآوری هست که یادآوری بکنم حساب پولم افغان بیسیم یگانه راه است بسیار ساده آسان و مطمئن به خاطر نگهداری پولهای شما میتونین که حساب پولم فقط و فقط به سیم کارت افغان بیسیمتان فعال کنین از خدماتش استفاده بکنین همچنان بیننده های عزیز جای داره که یادآوری بکنم براتون البته حساب پولم یک سلسله خدمات داره که شما میتونین که ازش استفاده بکنین که این خدمات شماره وار براتون حتما میگم
تاسو کولی شئ په خپلو حسابونو کې خپلې پیسې سپما کړئ، د پیسو لیږد رالېږد وکړئ، توکي واخلئ، همداسې کولی شئ چې کریډټ واخلئ، د برق بلونه مو تحویل کړئ، صوتي غږیزه او انټرنیټي بکسې واخلئ، د معاشاتو راکړه ورکړه وکړئ او کولی شئ په ډېره اسانه توګه له بانکي خدماتو نه هم ګټه واخلئ. او همداسې ګرانو قدرمن لیدونکو څنګه مې چې ویل همداسې راسره کولی شئ چې اړیکې ونیسئ 22 9 اتڼې کېکاږئ. په خپرونه کې مو راسره اړیکې ټینګېږي، د نن شپې لوبې ولوبوئ او 500 جایزه وګټئ. همداسې ګرانو قدرمن لیدونکو ځای لري چې یادونه وکړم تاسو کولی شئ په خپل افغان بي سیم کارت ته زما پیسې حساب فعاله کړئ او هغه خدمات چې موږ د هره شپه د خپرونې په لړ کې یادونه کوو ورنه ګټه واخلو. او دا چې تاسو څنګه کولی شئ زما پیسې حساب فعاله کړئ وروسته له اړیکې به یې درته وایم. بله سلام. بله سلام، خوب هستین؟ زنده و سلامت باشین. تشکر. شما خوب هستین؟ زنده باشین. شما خوب هستین؟ سلامت باشین. کی از کجا تماس گرفته؟ فاروق هستم از لوگر. فاروق جان بسیار زیاد خوش آمدی به برنامه. خوب هستی؟ طرفای لوگر چی گپ است؟ زنده باشین. شما خوب هستین؟ سلامت باشید. زنده باشی. خیر و خیریت است. آماده هستی بریم طرف چرخ بخت؟ اگه اجازه شما باشه بله. بله میریم طرف چرخ بخت ببینیم که کدام شماره را برات انتخاب میکنه و خدا کنه که خوش چانس باشی، چون هنوز گزینه خوش چانس انتخاب نشده برای هیچ یکی از بیننده های ما. البته امشب و منتظر هستیم ببینیم کدام شماره برات انتخاب میشه. شماره 5 و بازی چهره ها را داریم. من برات بازی را تشریح میکنم. فاروق جان 3 چهره را داری، 24 شماره برام پیدا کو. زمانی که پیدا میکنی یک شماره برام بگو، 500 افغانی را برندش. شماره 8. شماره 8 دیگه 10 و یک چهره دیگه. شماره 20. شماره 20 نه خیر، کمک دقت کو. 24 خونه. 24 میبینیم جوابته. جواب فاروق جان میبینیم که خدا کنه جوابشان درست باشه که بله درست هست. تبریکت باشه فاروق جان، 500 افغانی را برنده شدی و خدا کنه که حساب پولم فعال داشته باشی تا ما بتونیم برات در ظرف 24 یا 48 ساعت آینده جایزه تا به حسابت روان بکنیم. بیننده های عزیز، حساب پولم یگانه راه است بسیار ساده، آسان و مطمئن به خاطر نگهداری پول های شما میتونید که حساب پولم با سیم کارت افغان بی سیم فعال کنین. از خدماتش که همیشه در لابلای برنامه میگم استفاده بکنین. همچنان بیننده های عزیز، بیننده هایی که تا به هنوز حساب پولم فعال نکرده، شما هم میتونید که حساب پولم فعال کنین، اما طریقش بعد از تماس براتون میگم. بله سلام. بله سلام، خوب هستین؟ زنده و سلامت باشین. تشکر. شما خوب هستین؟ زنده باشین. تشکر. کی از کجا تماس گرفته؟ جمیل هستم از کرسینه. جمیل بسیار زیاد خوش آمدی به برنامه. خوب هستی؟ تشکر. سلامت باشین. شما زنده و خوب هستین؟ سلامت باشین. تشکر. ما هم قسمی که میبینین خوب هستیم و آماده هستیم بریم طرف چرخ بخت. بریم بخت. میریم طرف چرخ بخت ببینیم که کدام شماره برات انتخاب میشه و خدا کنه که خوش چانس باشی یا هم یک شماره انتخاب شود که به میل دلت باشه و بازی را بازی بکنی. شماره 10 و بازی داریم، ببینیم کدام بازی هست. من برات تشریح میکنم، خودت جواب بده. خب نام مکمل کشور برام پیدا کو یا بساز و 500 افغانی را برنده شو. 3 حرف کمکی روی تصویر هست، ب لام 2 حرف اول است و نون هم حرف آخر است. از این حرفا کمک بگی نام مکمل کشور برام بگو. صدای ما دارین؟ بله یک دقیقه صبر کنید. درست است، فقط یک دقیقه منتظر می باشین و اما دقت داشته باش که وقت کم هست، زودتر جواب بده. بلغارستان نه؟ بلغارستان. میبینیم جوابت، ببینیم که خدا کنه جوابتان درست باشه و 500 افغانی را برنده شوین. بله تبریکت باشه، جوابت کاملا درست هست و به خاطر به دست آوردن جایزه باید حساب پولم فعال داشته باشی تا ما بتانیم برات در ظرف 24 یا 48 ساعت آینده جایزه تا به حسابت روان بکنیم. همچنان بیننده های عزیز، حساب پولم افغان بی سیم یگانه راه است بسیار ساده، آسان و مطمئن به خاطر نگهداری پول های شما و شما میتونید که حساب پولم فقط و فقط به سیم کارت افغان بی سیمتان فعال کنین. تماس داریم. بله سلام. بله مننه. خیر دوست از خوی هستی؟ بله بله محمد دی کابل نه ما. محمد جان ډېر ښه راغلاست خپرونې ته. ښه شکر الحمدلله. الله فضل کوي. تاسو ښه یاست؟ شکر. مننه. خیر اوسئ. آماده ای لاړ سو د څرخ او بخت په لور؟
او آماده یم. ور به سود څرخ او بخت په لور و به ګورو چې کومه شمېره درته ټاکي. خدای دې وکړي چې د نن شپې نیکمرغه واوسې او بل دې چې کومه لوبه ولوبوې بریالی سې. سمه ده؟ آماده. ښه محمد جانه لومړی شمېره او د پولم یا زما پیسې حساب پوښتنه ده. زه پوښتنه درنه کوم ته ځواب راکړه. سمه ده؟ صحیح ده. خدمات پولم چیست یا د زما پیسې حساب خدمات کوم دي؟ ډېر اسانه پوښتنه چې زه هره شپه د هر بخش یا د هر پارت په لومړي سر کې وایم. نو ته یوازې لږ دقت وکړه او ځواب راته ووایه. د دغې لارې نه موږ چې دی کولی شو یو افغان مسیم د افغان مسیم ته پیسې ولیږو. ډېر ښه. هغه کوو همداسې نور پیمنټ وغیره حساب چې دی د دې لارې نه کولی شو. لږ څه نور هم محمد جانه دقت وکړه او یو څو ګزینې راته ووایه تر څو چې د فرمان خونه وشي کولی ستا ځواب سم ونیسي. لکه بل پیمنټ کولی شو، بل داخلولی شو د دې حساب نه، افغان مسیم نه افغان مسیم ته پیسې لیږلی شو. همداسې نور پیسو ته حسابونه هغه د دې لارې نه حل کولی شو. ښه نو محمد جانه وبه ګورو ځواب د خدای دې وکړي چې د فرمان خونه ستا ځواب سم ونیسي او 1500 افغانۍ هم وګټي. وبه ګورو ځواب دی. بله تا ته د مبارک وي محمد جانه ګرچه ځوابونه دې هم ډېر کم وویل خو خیر فرمان خونه لږ څه مهربانه خونه ده نو ستا ځواب یې هم سم ونیو او 500 افغانۍ دې هم وګټلې. ګرانو قدرمن لیدونکو لنډه ویدیو او لنډه دمه لرو زر راگرزو. چطور می توانیم برای خود و دوستان کردت الکترونیکی ازدیاد یا ارسال نماییم؟ مشتریان عزیز برای ازدیاد یا ارسال کردت الکترونیکی کد ستاره 222 علامت نمبر را دائل نموده بعداً رمز حساب پولمتان را وارد نمایید. برای ازدیاد یا ارسال کردت الکترونیکی کلید 5 را وارد نمایید. برای ازدیاد کردت الکترونیکی به شماره خودتان کلید 1 را وارد نمایید. بعداً مقدار کردت را وارد نمایید. اگر می خواهید به دوستان یا فامیلتان کردت الکترونیکی ارسال نمایید کلید 2 را وارد نمایید. بعداً شماره مورد نظر خود را وارد نمایید. حالا مقدار کردت را وارد نمایید. دوباره خوش آمدین بیننده های عزیز. ادامه برنامه هست و شما هم میتونین که در برنامه با ما اشتراک بکنین، بازی های بسیار آسان با ما بازی کنین و برنده شوین. شماره تماس برنامه هست 2222 کلید 9 را فشار بتین، تماس هایتون مستقیم به برنامه وصل میشه. و همچنان جای یادآوری بکنیم بیننده های عزیز از حساب پولم افغان بیسیم که یگانه راه است بسیار ساده، آسان و مطمئن. البته سریع هم است که یادتان نره. شما میتونید که این حساب فقط به سیم کارت افغان بیسیمتان فعال کنین. از خدماتش که من همیشه در برنامه یادآوری میکنم و همچنان استفاده میکنم، شما هم استفاده بکنین و برای خود سهولت ایجاد بکنین. همچنان بیننده های عزیز حساب پولم یک سلسله خدمات داره که من براتون شماره‌وار میگم. د زما پیسې حساب زین خدمات تاسو په ډیر اسانه توګه کولای شئ خپل پیسې په خپل حسابونو کې سپما کړئ، د پیسو لیږد رالېږد وکړئ، توکي واخلئ، کریډټ واخلئ، همداسې کولای شئ چې د معاشاتو راکړه ورکړه وکړئ، د برق بلونه مو تحویل کړئ، صوتي غږیزې او انټرنیټي بکسې واخلئ او له بانکي خدماتو نه هم ګټه اخیستلی شئ. او که کوم وخت هم په خپل حسابونو کې له ستونزې سره مخ کېږئ نو کولی شئ د 22 شمېرې له لارې خپله ستونزه حل کړئ. او کله چې یعنې په دې شمېره کې اړیکه ونیسئ حتما یو نماینده تاسو سره په خبرو کې کېږي او ستاسو ستونزه به درته حل کړي. بیننده های عزیز حساب پولم یگانه راه است بسیار ساده، آسان و مطمئن که شما میتونید که حساب پولم فقط به سیم کارت افغان بیسیمتان فعال کنین و از خدماتش استفاده بکنین. تماس داریم. بله سلام. بله متاسفانه فکر میکنم تماس بیننده عزیز ما قطع شده و نتونستیم صدایشون داشته باشیم تا که اونها هم بتونن بازی را با ما بازی بکنن، اما میتونن دوباره تماس بگیرن که بازی ها را با ما بازی کنن و برنده شون. خب بیننده های عزیزی که تا به هنوز حساب پولم فعال ندارن، شما هم میتونین که حساب پولم فعال کنین و از خدماتش همچنان استفاده بکنین. همچنان تماس داریم. بله سلام. سلام. خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ تشکر. شما خوب هستین؟ زنده و سلامت باشین. کی از کجا تماس گرفته؟ فاروق هستم. فاروق جان بسیار زیاد خوش آمدی به برنامه. خوب هستی؟ تشکر. زنده باشین. شما خوب هستین؟ زنده و سلامت باشی. همیشه هم تو سرشار و خوشحال باشی فاروق جان. قسمی که دیدم البته شنیده میشه دیگه خوشحال هستی و البته او هم شاید به خاطر ازی باشه که تماست به برنامه وصل شده. آماده هستی بریم طرف چرخ بخت؟
بله خوشبختانه چند روز است که تماس میگیرم از بس که دوام است رخ نمیکنه در برنامه. خب این شکر کال تماست رخ شد و آماده استی بریم طرف چرخ بخت؟ بله میریم طرف چرخ بخت ببینیم که کدام شماره رو برات انتخاب میکنه تا که دیگه شماره تماس هم قطع نشه. دیگه ببینیم که کدام شماره برات انتخاب میشه. خدا کنه خوش شانس باشی. بله شماره 9 و بازی داریم. ببینیم کدام بازی هست برات تشریح میکنم. فاروق جان خودت جواب بدی. صحیح است؟ خوب است. البته شماره 6 هست. من درست دیدن نتونستم. خب نام یک ترکاری را فاروق جان هست. حروف که روی تصویر میبینی برام بساز و 500 افغانی را برنده شو. یک چه می داشت مرچام می شد خاله چه نداره؟ کمک دقت کو. بسیار آسان است. کمک نقل بتم که یگان وقت اشکاور هم از گریان تا میته. خیلی تو کس فهمیدم. پیاز. میبینیم جوابته. جواب فاروق جان میبینیم. بله تبریکت باشه فاروق جان. 500 افغانی را برنده شدی. خدا کنه که حساب پولم فعال داشته باشی تا ما بتونیم برات در ظرف 24 یا 48 ساعت آینده جایزه تا به حسابت روان بکنیم. گرچه نقلم دادم دیگه خیر است. یگان وقت دیگه ایگه پار داره. خب بیننده های عزیز حساب پولم افغان بیسیم یگانه راه هست بسیار ساده، آسان و مطمئن به خاطر نگهداری پول های شما میتونید که حساب پولم فعال کنین، از خدماتش استفاده بکنین و قابل یادآوری هست که بیننده های عزیز یادآوری بکنم که برنامه امشب آخرین برنامه فصل 8 هست و شما هم میتونین که منتظر باشین. البته منتظر فصل 9 باشین تا که برنامه ما با چهره جدید، با بازی های جدید و با یک رونق جدید در خدمت شما قرار بگیریم و شما هم بتونین که بازی ها را، البته برنامه را باز در فصل 9 با ما تماشا بکنین. خب بیننده های عزیز ویدیوی کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم. چطور می توانیم بیلانس حساب پولم خود را مشاهده نماییم؟ مشتریان عزیز، برای مشاهده نمودن حساب پولمتان کد ستاره 222 علامت نمبر را دایل نموده و بعداً رمز حساب پولمتان را وارد نمایید. برای خدمات پولم کلید 1 را وارد نمایید. برای مشاهده بیلانس حسابتان کلید 1 را وارد نمایید. خب بیننده های عزیز دوباره خوش آمدین. ویدیو را دیدین و قسم که یادآوری کردم امشب آخرین بخش یا آخرین قسمت از برنامه ببین و ببر هست، البته در فصل 8 و ما روی فصل 9 کار میکنیم تا که برای شما برنامه های بهتر و خوبتر را آماده بکنیم و در فصل 9 تقدیم شما بکنیم و شما هم منتظر باشین. فصل 9 در راه است با تفاوت های بسیار زیاد، با چهره جدید و با بازی های جدید و با جوایز جدید. ما در خدمت شما قرار میگیریم و شما هم باز هم میتونید که همین قسم در برنامه با ما اشتراک داشته باشید. شاید ممکن که یک سلسله تغییرات زیاد باشه و شما هم میتونید که با ما در برنامه باز هم اشتراک داشته باشین. همچنان بیننده های عزیز البته جای داره که داری بکنم خدمات پولم افغان بیسیم یگانه راه هست بسیار ساده، آسان و مطمئن به خاطر نگهداری پول های شما و شما هم میتونید که حساب پولم قسمی که گفتم فعال کنین، از خدماتش استفاده بکنین. البته خدمات حساب پولم یگانه خدمات است که برای ما شما سهولت ایجاد کرده. خب بیننده های عزیز آهسته آهسته نزدیک میشیم به آخرین قسمت امشب برنامه و شما هم میتونید منتظر فصل 9 باشین و ویدیو را میبینیم تا فصل بعدی. البته خدا نگهدارتان. چطور می توانیم برای دوستان خود پول الکترونیکی ارسال نماییم؟ شما تنها می توانید به دارندگان حساب پولم پول الکترونیکی بفرستید. مشتریان عزیز، برای ارسال پول الکترونیکی به دوستانتان کد ستاره 222 علامت نمبر را دایل نموده و بعداً رمز حساب پولمتان را وارد نمایید. برای خدمات پولم کلید 1 را وارد نمایید. برای ارسال پول الکترونیکی کلید 4 را وارد نمایید. مقدار پول مورد نظرتان را وارد نمایید. شماره پولم مورد نظرتان را که پول میفرستید وارد نمایید. شما موفقانه به شماره مذکور پول ارسال نمودید.